یبتل الرجل، پیغمبر علیه السلام میگه به حسب دینی. شخص امتحان کرده میشه به مقدار دینش. هر قدر که دین پخته است همون قدر تکلیف و سختی سرت میاد. بسا اوقات ای برادرای محترم خود خوب ارزیابی کنی که عقیده درست داشتی، پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردی، ولی میبینی که فقر سرت میاد، ولی میبینی که مردم تو را مطرود میسازه، از مجلس دور میکنه، دو دشنام برات میگه بسیار خوش شو، بسیار خوش شو. الله متعال تو را امتحان میکنه، تو را آزمایش میکنه. وقتی حالات انبیاء علیهم السلام الله اکبر محمد رسول الله به جان تنهای خود در مجالس کفار میره دعوت میده، کدام تکلیف ما کشیدیم؟ عشر عشیری و تکلیف ما کشیدیم؟ کلا قطعنا. يا جنى بعض الدواء